ما عقيدتك؟ سنية سفلية. طيب ما شاء الله، اللهم بارك. السواك بدعة أم سنة؟ سنة. والمسبحة سنة أو بدعة؟ بدعة. ما أول واجب على العباد أن يتعلموه؟ توحيد. وأما تلقيبه السلفيين بالسلفيين فأنا أوافقه على ذلك أيضا. و چگونه که لقب گذاری می شوند سلفی ها با تلفی ها یعنی ویران کنندگان، در این حال من هم راضیم. أقول إن السلفيين تلفيون. من میگویم سلفی ها تلفی ها یعنی ویران کنندگانند، ولكنهم يتلفون البدع ويقضون عليه. ولكن آنها بدعت را ویران میکنند و می جنگند و شکن میکنند او را. ويحيون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم را زنده میگردانند. ونعم السلفيون أصحابا وقوما. و چگونه زیباند سلفی ها مانند صحابگان یگانه. ولكنني لا أعني بالسلفيين المتحزبين. ولكن من در معنای سلفی ها گفته حزبی ها را در نظر ندارم، ولكني أعني بالسلف من يتبع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون تحزب. ولكن من در معنای سلفی ها آنها را در نظر دارم که پیرو با آنچه که پیغمبر بر آن آمده است کنند، به یگان حزبگرایی. وأنا أنكر جميع التحزبات. و من انکار میکنم تمام حزبگرایی را، أيا كان لونها أو أيا كان اسمها. با چی رنگی نباشد و با چی نامی نباشد. وأقول إن الأمة الإسلامية حزب واحد. و میگویم به درستی امت اسلام یک حزب است. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. و هر که الله و پیغمبر او و مؤمنان را ولی خود شمارد، دانسته گیرد که حزب الله پیروزمندانند. فحزب الله هم المتمسكون بشريعة الله تعالى ظاهرا وباطنا. برای همین حزب الله این آنهایی هستند که پابند شریعت الله اند، آشکارا و پنهانی. المنابذون للبدع. این کار کنندگان بدعت، صغيرها وكبيرها. چه خرد باشد و یا چه کلان. الذين لا يقدمون قول أحد على قول الله ورسوله. آنهایی که سخن کسی را از سخن الله و پیغمبر بالا نمیدانند. الذين لا يتقدمون بين يدي الله. آنهایی که سربلندی نمیکنند در نزد الله. ولا يجهرون على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقول. و آواز خود را در نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم بلند نمیکنند. ولا يقدمون أقوال أحد من الخلق على قول الرسول صلى الله عليه وسلم. و برتری نمیدهند سخن یگان مخلوق را بر سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم. هذا هو الحزب. این حزب است، حزب الله. حزب الله السلفي الأثري. سلفی اثری، الذي يجب أن ننضم كلنا إليه. همانی که واجب است هممون شامل شویم بر آن. وأن تنصهر هذه الأحزاب المزعومة التي هي في الحقيقة عبء على الإسلام. و پاکسازی کنیم مانند به نام حزب ها را، آنهایی که در حقیقت بار زیادی اند در اسلام. أن تنصهر كلها في هذه البوتقة. تمام آنها باید در همین یک ظرف در هم ریزند. بوتقة حزب الله عز وجل. و این هم حزب الله است عز وجل. ولست أعني بحزب الله إلا من كانوا على طريقة أهل السنة والجماعة. در نظر ندارم حزب الله گفته چیزی را مگر آنهایی که در راه اهل سنت و جماعت باشند. وأما من عداهم فليسوا من حزب الله وإن تسموا بحزب الله. هر کس مخالف این است از حزب الله نیست، اگرچه به حزب الله نامگذاری شده باشد.